آقای دکتر، در واقع اجازه بدید ابتداً ابراز خرسندی کنم از اینکه برجت فرصتی دست داد که انجمن پرواز بتونه گپی هرچند کوتاه در باب روشنفکری دینی با جناب عالی داشته باشه. اجازه سوال اولم رو این گونه شروع بکنم که روشنفکری دینی در واقع در پاسخ به کدامین مسئله یا مشکل در ابتدا شکل گرفته؟ یا اگه بخوام سوالم به صورت دیگری صورت بندی کنم باید بپرسم که روشنفکری دینی در غایت خودش چه چیزی رو میخواد برای جامعه به ارمغان بیاره؟ بله، به نام خدا. ممنون از شما و دوستان عزیزتون در انجمن پرواز در شهر گوتنبرگ کشور سوئد که من چند روزی است میهمان شما هستم. عرضم به حضورتون که روشنفکری دینی چنان که من در میابم سنتی است که قدمت 50-60 ساله در این دیار داره. دست کم با کوشش های مرحوم مهدی بازرگان آغاز شد، با کندوکاوهای معرفتی مرحوم علی شریعتی ادامه پیدا کرد و پس از انقلاب هم نمایندگانی چون عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری و محسن کدیور دارد. البته اینها کسانی هستند که نقش بیشتری در این سنت داشته‌اند و به اصطلاح در زمره مولدین هستند. اگر شما یک مرتبه پایین تر بیاد، موزعینی هم هستند که کاروبار این نهله فکری رو پی میگیرند. حقیقتش روشنفکری دینی چنان که من در میابم معطوف به پرسش هایی است که حرکت در شکاف میان سنت و مدرنیته پدید آورده. به تعبیر دیگه، اگر ما جامعه‌ای بودیم کاملا و یکسر سنتی و با ایده های مدرن آشنا نمی شدیم، کندوکاوهای روشنفکرانی رو هم نداشتیم. و از سوی دیگری اگر جامعه‌ای بودیم مدرن که در آن سنت ستبر آن قوت سابق رو دیگر نداشت و به مثابه منبعی از منابع معرفت از اون مدد گرفته نمی‌شد، این سنخ کندوکاو هم وجهی نداشت. به عنوان مثال، در برخی از جوامع احیانا آفریقایی، برخی از جوامعی که هیچ نشان و رنگ و بویی از مدرنیزیشن و مدرنیتی نشنیده‌اند، شاید این سنخ کندوکاوها هیچ محلی از اعراب نداشته باشد، یا خوب است بگوییم قطعاً این سنخ کندوکاوها محلی از اعراب ندارند. و از سوی دیگری در جوامعی که از سنت‌های خودشون به نحوی عبور کردن یا به تعبیری از دوران گذار گذشتن و هم سنت یا تلقی جدید از سنت در جای خودش نشسته و هم مدرنیته به یک جایی و منزلگاهی و به ساحل امنی رسیده، این سنخ کندوکاوها جایی چندانی ندارد. در کشور ما هم از سوی با یک سنت فربه دینی مواجهیم و از سوی دیگری 150-60 سال است که امواج مدرنیته به سمت ما وزیدن گرفته. از زمان آغاز جنگ‌های ایران و روس و پس از اون نوشتن کانستیتوشن یا قانون مشروطه و امضا شدنش به وسیله مظفرالدین شاه، ما با نوعی از ایده های غربی مواجه بودیم که تا پیش از این آشنا نبودیم. عموم روشنفکران دینی در این گسست و شکاف میان سنت و مدرنیته حرکت میکنند و میکوشند پاسخهایی رو به پرسش‌های مقدری که بر اثر تعارض میان ایده های مدرن و مفاهیم سنتی برقرار میشه به دست بدن. مادامی که دین در جامعه ما قدرت داره، قدرت نه به معنی سیاسی کلمه لزوماً، بلکه قدرت یعنی قدرت تولید گفتار، قدرت یعنی قدرت مراجعه به اون منبع به مثابه منبع قدرتمندی که افاده معرفت میکنن. مادامی که دین و سنت در جامعه ما قدرتمنده، حرکت کردن در شکاف میان سنت و مدرنیته حرکت مهمی است و این سنخ کندوکاوهای معرفتی محلی از اعراب داره. پیشبینی بنده این است که دست کم تا چند دهه آینده همچنان ما با این سنخ پرسش ها مواجهیم، چون دین در جامعه ما قدرتمند است و تولید گفتار میکنه. روشنفکران دینی هم با سنت دینی آشنا هستند، هم با ایده های و دستاوردهای معرفتی جهان جدید و به اصطلاح بسان پرندگانی که با دو بال حرکت میکنند در این شکاف میتوانند حرکت کرده، مسئله ها رو صورتبندی کنند و احیانا پاسخهایی متناسب و متلائم با فضای اینجایی و اکنونی ما به دست ما بدهند.
بسیار اجازه بدید یکی از این سوالا رو من کمی سریعتر با شما مطرح بکنم. به عنوان مثال فرض بفرمایید که شما با نوعی ناهمخوانی یا به نوعی ناسازگاری بین دستاوردهای عقلی از یک سو و آنچه به صراحت به عنوان مثال در متون دینی اومده برخورد بکنید، چه راه رو برمیگزینید؟ در واقع اگر به نوعی دستاوردهای عقلی رو بگزینید و صحه برشون بگذارید، پس به چه معنا شما روشنفکر دینی هستید؟ اگر هم از طرف دیگه آنچه در متون دینی اومده رو بگیرید، پس به چه معنا شما روشنفکر هستید؟ خلاصه بکنید آنچه در متون دینی آمده که از اون به دین شما یاد کردید یک قرائت یا یک تفسیر ندارد. شاید پیش‌فرض این سنخ پرسش هایی که من هم کم و بیش با اونها در سالیان اخیر مواجه بودم این است که یک تلقی اسنشیالیستیک یا ذاتگرایانه از دین پیش چشم است، مفروض گرفته می شود، گویی که الا و لابد یک قرائت از دین وجود ندارد و اون با روشنفکری یا با مدرنیته نمیتواند بر سر مهر باشد. من چون در اینجا به تعبیر فلسفی‌تر نامینالیستم و قائل به ذات و کلی به نام دین نیستم، بلکه قائل به دینها هستم، فکر میکنم که میتوان با پیش چشم قرار دادن اسباب و ادوات نظری جهان جدید و فراورده‌های مدرنیته قرائتی رو از دین به دست داد که احیانا پاری از این ناسازگاری‌ها در اون نباشه. رأی خود رو در باب زبان دین، در باب معرفت دینی، در باب نسبت میان عقل و دین، نسبت میان علم و دین، نسبت میان عقل و وحی به دست داد و چنین پیش رفت که قرائتی از اسلام به دست داده شود که متناسب و متلائم با آموزه‌های جهان جدید باشه. این سخن من مستعد سوء فهم است، مایلم دفع دخل مقدری بکنم و توضیح بدم اون سوء فهم محتمل رو. وقتی ما میگیم از تلاؤم و تناسب میان دین و مدرنیته یا جهان جدید سخن میگیم، نه سخن بر سر این است که از دل دین مفاهیم مدرن رو بیرون بکشیم، این امر یکسره بر نهج باطل است. نه سخن بر سر این است که بگیم مدرنیته همون حرف دیانت رو میزنه یا به تعبیر ایده های دینی در دل مدرنیته است، این هم بر نهج باطل است، این گونه عمل کردن. بلکه سخن بر سر ربط و نسبت برقرار کردن میان دین و مدرنیته است و از تناسب و تلاؤم و به تعبیر رالز reflective equilibrium یا تعادل تأمل ورزانه است که ما میان شاخه‌های مختلف معرفتمون برقرار میکنیم و از همه دستاوردهای بشری در این میان بهره میگیریم. روشنفکری دینی هم نسبت به سنت گشوده است، هم نسبت به مدرنیته گشوده است و سعی میکنه مؤلفه های موجه هر یک از این دو قلمرو رو برگیره با پیش چشم قرار دادن مستقلات عقلی، با نظر کردن در این که کدام یک از این فراورده ها موجهن و برگرفتنی و کدام یک فرو نهادنی. به این خاطر هم پاس عقل رو میداره و هم بی عنایت به سنت و دستاوردهای گذشتگان نیست و هم از معاصرین مدد میگیره. اما به توضیحی که عرض کردم، نه اینکه به نحو مکانیکی و متکلفانه و متصنعانه در پی استخراج مفاهیم مدرن از دل سنت دینی باشه. خوب عنایت و تفتن داره که دنیای جدید دنیایی است راززدایی شده و دنیای کلاسیک و سنتی دنیایی است رازآلود و عنایت داره که گفتمان مدرن در دل یک جهان راززدایی شده شکل گرفته و گفتمان سنتی در دل یک جهان رازآلود و احکام هر یک از این دو رو با یکدیگر نمی آمیزد. اما چنان که عرض کردم از ربط و نسبت میان این دو با به کار بستن متدهای موجهی سراغ میگیرد. بله. من باز اگه بخوام مقدار سریع‌تر به این مسئله بپردازیم، به عنوان مثال شما آیا تعبد رو یا پرستیدن رو جزء ذاتیات دین به حساب میارید؟ آیا اگر میارید چگونه اون رو با مدرن بودن جمع میکنید؟ بله، فکر میکنم تلویحاً عرض کردم. تصورم این است که اگر دین ذاتی نداشته باشه لزوماً یا به تعبیر دیگری تنها سنخ دینداری متصور دینداری متعبدانه نیست. درسته که کسانی دینداریشون دینداری متعبدانه است و چند و چون چندانی درباره احکام دینی و حجیت معرفت شناختی دعاوی دینی نمی کنند، بلکه به نحو میراثی دین رو برگرفتن و با آن خوشند و امور و مناسبات و روابط سلوکی خودشون رو تنظیم می کنند. اما و هزار اما در اینجا نباید به مغالطه کنه و وجه در غلطی و وجهی از چیزی رو معادل با کنه اون انگاشت. اگر در دین تعبد هست،
اگر کسان دینداری متعبدانه پیش گرفته‌اند و میگیرند که این البته سخن صوابی است، لازمه این سخنی نیست که تنها سنخ دین ورزی متعبدانه باشه. کسانی هستند که دیندارن اما دینداریشون متعبدانه نیست، بلکه دینداری متکلمانه یا فیلسوفانه پیشی گرفتن یا دینداری عارفانه. و میشه نشان داد که این دو نوع دینورزی دست کم مبتنی بر تعبد نیست و دینداری غیر متعبدانه البته به نظر من متناسب و متلائم و دست کم متلائم و متناسب و دست کم سازگار با ایده های مدرنیستی هست. اگر قوام بخش مدرنیته استدلالگرایی است و اقامه دلیل له مدعیات، دینداری متعقلانه هم میکوشد که له مدعیات دلیل اقامه کنه و این چنین است که این دو میتوانند با یکدیگر سازگار باشند. و اگر دینداری تجربت اندیشانه یا دینداری عارفانه در پی کشف و شهود و تجربه های اگزیستانسیل باطنی اشراقی لبی وصالی کشفی است، میشه توضیح داد که در دل جهان جدید هم کسانی بودند که به هر حال از این صنف تجربه ها داشتند و لزوما مدرنیته رو در این وجه عقل گرایانش تجربه نکردند و مؤلفه های دیگری رو هم برای مدرنیته برشمرده‌اند. خلاصه کنم دست کم این است که دو نوع متصور دیگری از دینداری که از آنها تحت عنوان دینداری متکلمانه یا فیلسوفانه از سوی و دینداری عارفانه از سوی دیگری یاد می‌کنیم، میتوان سراغ گرفت که مبتنی بر تعبد نیستند و اگر تعبد یا تعبد گریزی به تعبیر درست قوام بخش مدرنیته باشه، خب این دو نوع دینداری غیر متعبدانه ناسازگار با مدرنیته یا جهان جدید نیستند. بله، در واقع در پاسخ به سوالی که گاهی اوقات مطرح میشه که مهمترین مؤلفه های مشترک بین ادیان مختلف چیست، از چه مؤلفه های اسم میبرید و آیا پاسخ به این سوال رو نمیشه به نوعی ذات یا اسنس دین به حساب آورد که بدون این در واقع دین نیست؟ والا بستگی داره به تلقی و تعریفی که شما از دین دارید. اگر قائل به این باشید که به اصطلاح دین اسنسی داره، خب میتوانید مؤلفه یا مؤلفه های مشترکی رو میان ادیان سراغ بگیرید. اما حقیقتش من تصور میکنم سخته سراغ گرفتن و نشان دادن مؤلفه یا مؤلفه های مشترکی که میان تمامی ادیان بتوان سراغ گرفت. شما از خدای شخصی یا انسانوار آغاز بکنید که به هر حال به نظر میاد از مقومات مفهوم دین است. خب در اسلام، مسیحیت، یهودیت البته این مؤلفه یافت می شود، اما شما به سربخت ادیان شرقی که می روید این مؤلفه نیست. همچنین از قصه رستاخیز و معاد که باز در برخی از ادیان میشون رو سراغ گرفت، در برخی دیگر نه. قصه دعا بر همین نهج است و قص علی هذا. به نظر نمیرسه به راحتی بشه مؤلفه یا مؤلفه های مشترکی میان همه ادیان سراغ گرفت. حتی اگر شما راجع به اصطلاح پایان تاریخ یا برخی پیشگویی هایی که در ادیان هست سخن بگویید، خب مکاتب غیر دینی مثل مارکسیسم هم هستن که از این صنف پیشگویی ها میکنن و از این منظر تناظری و تناسبی و شباهتی با ایده ها و به اصطلاح آموزه های دینی دارن. به همین خاطر است که به دست دادن تعریفی که به تعبیر منطقیون هم جامعه افراد باشه و هم مانع اغیار، که به نوعی به دست دادن تعریفی مبتنی بر جنس و فصله، به نظر سخت می آید. میشه به توضیحی که جان هیک آورده با وام کردن مفهوم شباهت خانوادگی ویتکنشتاین ما از دینها سخن بگیم به جای اینکه از یک دین سراغ بگیریم و یک کلی دین رو پیش چشم قرار بدهیم. خب میان این دینها شباهت هایی است و البته عدم شباهت هایی، و این شباهت ها و عدم شباهت ها وقتی که از یک دین به دین دیگر حرکت میکنیم سر برمی آورند و دیده میشوند. با پیش چشم داشتن شباهت ها و عدم شباهت ها میشه راجع به وضعیت دین ها در جهان جدید سخن گفت و البته و نه لزوماً از یک یا چند مؤلفه مشترک میان همه اونها سراغ گرفت. لزومی بدین کار نیست، اما نبود یک مؤلفه یا چندین مؤلفه در میان دینهای مختلف نافی تعیین مراد کردن از دین یا به نحو معنادار سخن گفتن درباره دین نیست.
میشه اسنسی رو در دین سراغ نگرفت و در این حال از آن تعیین مراد کرد و اون رو در سیاق‌های مختلف به کار بست و درباره آن سخن گفت. بله، به عنوان آخرین سوال اجازه بدید بپرسم که به اعتقاد شما روشنفکران دینی تا چه حد در ارتباط برقرار کردن با نسل‌های جوان توفیق داشتن، یا به عبارت دیگه روشنفکران دینی فکر می‌کنید چه می‌توانند بکنن که دست کم باب این گفتگو در این حوزه بین نسل جوان باز بمونه، یا چه خلأ یا مشکلی رو در این وادی می‌بینید که رفع کردنش میتونه به حفظ این ارتباط کمک بکنه؟ والا شاید مهمترین مشکل رسانه باشه، یا به اصطلاح ارتباط و کامیونیکیشن. ما به هر حال در جامعه زندگی میکنیم که قرائتی رسمی از دین حکم فرماست و قرائت رسمی شاید جا رو برای دیگر قرائت‌ها از دیانت چندان باز نگذاشته باشه. به همین خاطر از مهمترین مسائلی که پیش روی روشنفکری دینی است فکر میکنم مشکلات عملی است که عبارت است از عدم ارتباط برقرار کردن درست با مخاطب، اون هم به خاطر نبود امکانات و مشکلاتی است که پیش روست. بخشیش اینه، البته نه همش. رسانه هایی که با توجه به انقلاب الکترونیکی که صورت گرفته و ما در عصر جهانی شدن زیست میکنیم، امیدواریم که روز به روز بهتر بشه، اما خب در رسانه های رسمی و آموزش و پرورش رسمی جایی برای ایده های قرائت‌های غیر رسمی از دین یا روشنفکران دینی و آموزه های آنها نیست. به نظر من عملی که بسیار میتونه مبارک باشه و خصوصا در نهادهایی مثل آموزش پرورش اگر این ایده ها ریزش کنه بسیار به دینداری انسانی و لطیف متدینان و جوانان در دیار ما کمک میکنه. اما این البته همه قصه نیست. چالش‌های نظری و معرفتی پررنگی هم رفته رفته بیشتر سر برمی آورد. فکر میکنم روشنفکران دینی باید گوش‌های شنوایی داشته باشند و در مقابل اشکال‌هایی که با اونها در میان گذاشته میشه بسیار بسیار گشاده رو باشند، اونها رو به سمع قبول بشنوند و در پی پاسخ دادن به اونها برآیند. احیانا واکنش عاطفی و احساسی بروز دادن و مسئله ها و اشکالات رو چندان جدی نگرفتن البته در اینجا راهی بدهی نمی‌گشاید. البته این رو هم عرض بکنم کم و بیش تصور من این است، داوری من این است که کم و بیش روشنفکری دینی و کارنامه‌شون از این حیث کامیاب بوده و اقبالناک ظاهر شده و توانسته به پاری از پرسش‌هایی که مطرح شده پاسخ بده و به قدر طاقت بشری برای پاری از امور مثل مقولات کلامی چون وحی، رابطه میان عقل و دین، رابطه میان علم و دین، پاسخ‌هایی فراهم آورد، رابطه میان دین و سیاست رو بشکافه، از اصناف روابط میان دین و سیاست سراغ بگیره و خبر بده، بحث از علم و دین رو چنان که عرض کردم بشکافه و پاره امور دیگه. یکی از مواردی که شاید کمتر کار شده در روشنفکری دینی معاصر شاید رجوع دوباره به متون دینی و به دست دادن تلقی‌های جدید از مقولات درون دینی است. رابطه میان دین و مفاهیم بیرون دینی کمابیش بسیار خوب کاویده شده و فکر میکنم در 20 سال اخیر کامیاب بوده روشنفکری دینی، هم در برساختن یک گفتمان جدید که در جامعه ایران به سمع قبول شنیده شده و چنان که عرض کردم از رابطه و تلاعم و تناسب میان معرفت دینی و معارف غیر دینی بسیار به نیکی پرده برگرفته و سخن گفته، بحث کثرت قرائات از دین رو جا انداخته، رابطه دیانت و سیاست رو توضیح داده، عقل و وحی رو جدی گرفته و قص الهازا. فکر میکنم شاید الان نوبت آن رسیده باشه که راجع به خود مقولات درجه اول دینی به اصطلاح پس از این همه زیر و زبر شدن ها و تأملات و مداقه ها توضیح بیشتری بدهد، شبیه کاری که راجع به وحی صورت گرفت در 2-3 سال اخیر. فکر میکنم خوبه که جلوتر بیان روشنفکران دینی و راجع به مقولاتی مثل دعا، مثل ایمان، مثل توکل، مثل صبر، تمام مفاهیم دینی که در دل یک گفتمان دینی شکل میگیره، یه روشنفکر دینی هم موضع خودش رو بگه. خب ما تلقی علما رو در این باب شنیده ایم، تلقی دینداران سنتی رو در این باب شنیده ایم و خب نکاتی دارد، میشه پاری از اونها رو برگرفت، میشه در اونها تأمل کرد. فکر میکنم جای آن هست و وقت آن رسیده که درباره این سنخ مفاهیم درجه اول دینی
پس از کندوکاوهای معرفتی فراوان و پس از وقوف و آشنایی با سنت و مدرنیته، حال از زبان روشنفکران دینی برای مخاطبان آنها درک و تلقی خودشون از این مقولات به دست داده بشه تا مخاطبان دریابند که روشنفکران دینی مثلا درباره دعا، در باب مفهوم قضا و قدر، در باب ایمان، در باب توکل، در باب صبر چه می‌اندیشند و چه نسبتی داره درک و تلقیشون از این مفاهیم درجه اول دینی در قیاس با کسانی که تلقی سنتی از دین دارد. این یکی از اموری است که کمتر بهش پرداخته شده و فکر می‌کنم خوبه که روشنفکران دینی به اون بیشتر همت بگمارن، با توجه به اینکه احیانا مخاطبان اونها یا به تعبیر شما جوانان شاید بیشتر این سخنان رو دنبال میکنن و مایلن که از اونها بشنون. اما این یک مسئله مفهومی نظری است. چنان که عرض کردم بعد عملیاتیش این است که روشنفکری دینی با کمبود جدی رسانه مواجهه و سخنان او چنان که باید به مخاطبان نمیرسد و چنان که من در میابم یکی از جدیترین پروژه های فکری است که در دهه‌های اخیر در کشور ما سر برآورده و نضج گرفته و خوبه که به نهادینه شدن و بسط و فراگیر شدن اون تا جایی که میتوانیم همه همت بگماریم. بله، ممنونم آقای دکتر سروش دباغ به خاطر وقت و فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در پیگیری فعالیت‌های فرهنگیتون موفق باشید و از خداوند براتون مزید توفیق رو مسئلت میکنم.